سلام دوستان عزیز، امیدوارم که خوب باشید. اومدم یه چیزی بپرسم از شما این دفعه. از ابوذر از شما. من در ترکیه که بودم در 3 ماه هیچ کلمه یاد نگرفتم، فقط بویرون و مرحبا رو یاد گرفته بودم. بعد که رفتم در یک جا سر کار رفتم در یک کافه، اونجا از طریق شنیداری آلمانی میگم ترکیه در 9 ماه یاد گرفتم. در 9 ماه یعنی میتونستم قشنگ کلی گپا رو بزنم. دکتر مادرم میبردم خودم، دکتر میرفتم، مشکلات دکتری همه چیز خودم میتونستم حل کنم دیگه، نیاز به مترجم نداشتم. یعنی شنیداری من خیلی خوبه. بعد اگر همراه شنیداری کلمات رو که فهمیدم از صحبت کنم باز خوبتر زودتر یاد میگیرم. الان 4 ماه در سویدنم، مکتب تازه 1.5 ماه میشه که میرم اسیفی. بعد اونجا خوبه، الان میتونم دست پا شکسته گپ بزنم، یکی مای آسمون یکی مای زمین میتونم گپ بزنم. ولی من واقعا نمیتونم در خونه تمرین کنم، نمیدونم چرا. میخوام از شما که اصلا در سویدن بوده یا که زودتر زبون یاد گرفته بپرسم که چیکار کرده. خب مثلا ابوذر میگه باید کلا زندگی تا چنج کنی، کلا زندگی روزمره تا مثل سویدیا کنی. تیک تاک تا تلویزیون چی نگاه میکنی، وقت صحبت میکنی. و من برای من این حوصله سر برای مثلا یه فیلم سویدی که میبینم خام برام، لطفا برام کامنت کنه که چیکار میکنی. تک سومیکه.